خب ببینید اینجا بخش دایرکت ادمین ماست بچه‌ها. این بالا اسم دامنمون رو می‌بینیم. اینجا یه سری اطلاعات در مورد هاستمون هست. ببین اینجا نوشته فضای دیسک. همیشه هر وقت میاد اینجا به این عدد دقت کنید، به فضای دیسک. این وقت پر نشه، الان نارنجی شده بچه‌ها، داره پر میشه. قرمز بشه خوب نیست، که فول هم بشه که دیگه هیچی نمیتونید تو سایتتون اطلاعات بریزید. پس یکی از مواردی که همیشه باید توجه کنید، فقط هم از همینجا میشه فهمید بچه‌ها. یعنی بیاید توی هاست اینجا فضای دیسک یا اون حجم هاستتون رو نگاه کنید، چقدر فضا دارید. اگه پر شده بود قرمز بود چی میشه؟ مثلا شما تو سایتت عکس می‌ذارید این عکس نیومد، هی می‌ذاری هی می‌بینی نیومد. مثلا فضای هاستت پر شده، بعد بری فضا خالی کنی یا ارتقا بدی. راهکارش اینه، یا باید بری اضافی‌ها رو پاک کنی یا بری ارتقا بدی. مثلا 3 گیگ داری بکنی 5 گیگ، 10 گیگ، 20 گیگ. فضا رو ببری بالا دیگه حجمتون. یه سری اطلاعات دیگه این زیر هست که هنوز زوده بهتون بگم. اینجا 4 بخش کلی داره بچه‌ها. ببینید 4 تاست. ببین نوشته مدیریت اکانت اولیش، مدیریت اکانت، مدیریت دامین، مدیریت ایمیل و تنظیمات پیشرفته. این پس منوهای کلی و بخش‌های کلی این هاست ماست. خب ما از این بخش‌ها با چند تاشون خیلی سر کار داریم و مهمن. بقیه‌شون شاید هیچ وقت شما توشون نرید یا کاربرد خیلی زیادی نداشته باشه. اون بخش‌های خیلی مهم و پرکاربرد رو میگم و میریم توش. اولین بخش مهم و پرکاربرد همین مدیریت فایل بچه‌ها، یا نوشته مدیریت فایل قدیمی. یکم زوم کنم بهتر ببینیدش. ببینید اینجا توی پس کجاست؟ تو مدیریت اکانت نوشته مدیریت فایل یا مدیریت فایل، جفتشون یکی هم بچه‌ها. این قدیمی فقط خود گرافیکش متفاوته. تو هر کدوم بیاد اوکی، من میام تو مدیریت فایل قدیمی، میام تو این بخش. اینجا چیه بچه‌ها؟ اینجا چند تا پوشه داخلشه. از این پوشه‌هایی که این داخله، ما با این پوشه خیلی زیاد سر کار داریم، همش میریم داخل این پوشه. اسم پوشه چی؟ اسم پوشه رو یادداشت کنید. ببین public underline html. این پوشه public underline html بهش میگن ریشه یا روت یا پوشه اصلی سایت ما. ما کل اطلاعات سایتمون میره داخل این پوشه پابلیک. من به صورت خلاصه بهش میگم پابلیک. ببین پابلیک FTP اشتباهی نید داخلش باشه، یکی دیگه هم هست اسمش شبیه اونه HTML. من میرم داخلش. اینجا قرار کدهای سایت ما، عکسای ما، ویدیوها، هر چی که تو سایت میذاریم میاد داخل پوشه پابلیک بچه‌ها. داخل پابلیک که میرید، دفعه اولی که میرید بچه‌ها، حتی تازه هم هاست خریداری کرده باشین، ممکنه چند تا فایل داخلش باشه. حالا من داخلش یه سری پوشه هم هست. اینا چیه؟ خب اینا همین سایت منن دیگه. به هر حال سایت من از این سری فایل تشکیل شده دیگه. حالا ممکنه پوشه باشه، فایل باشه، کد باشه، هر چیز. این سایت که الان می‌بینید sinasami.com دقیقاً از اینا تشکیل شده. یعنی اینا دارن اون سایت رو بالا میارن. پس داخل پوشه پابلیک یه سری فایل هست. حتی دفعه اولم که دامنه رو خریدی چند تا فایل پیش‌فرض هست بچه‌ها. یعنی فکر نکنید خالیه. دفعه اولم چند تا فایل داخلش هست ولی کمه تعدادش. ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که یه سایت رو از صفر طراحی کنیم. شما از صفر می‌خواید طراحی کنید. و دفعه اولی که میاد چند تا فایل هست برای شما حتی. پس باید پاکش کنید. دفعه اولی که می‌خواید سایت طراحی کنید باید اینا کامل خالی باشه. بعد پاکش می‌کنم. چطوری رفتم داخل دایرکت ادمین؟ یه بار دیگه مسئله شدم. ببین از تو خود هاستم که رفتم ببین اینو بزنید. خب سرویس ها روش کلیک کنید. رو این که کلیک میکنید این صفحه‌ای که میاد این پایین رو دکمه ورود به دایرکت ادمین بزنید. بعد اونو میزنید که حالا وارد اون بخشا میشه. بعدم بزنید مدیریت فایل قدیمی. خلاصه من تو مدیریت فایل بودم. مدیریت فایل حالا قدیمی یا جدید یکی البته. اینجا میخوام همه رو پاک کنم. بچه پاک کردن هر هاست مدلش فرق داره. مثلا این هاست نتفراز این توی این قدیمی این شکلیه. اینا رو سلکت میکنید، دکمه سلکت رو میزنید. این پایین دکمه دیلیت داره بچه‌ها. دیلیت رو میزنید. ممکنه یه هاست دیگه اینجوری باشه که با کنترل آ یا با سلکت کلش آبی کنید بعد دیلیت کنید. ممکنه مدلش فرق کنه یا نیاز باشه کلیک راست چیزی بکنید. پس ممکنه مدل کار کردن باهاشون فرق کنه. تو اینجور چیزا تفاوت با هم داره. تو گرافیک شما که تازه گرفتین پاک کنید. آره پاک نکنید. این اطلاعات اولیه است، ممکنه تداخل ایجاد کنه. این اطلاعات اولیه نباید باشه. بعد از صفر شروع کنید دیگه. خب من الان اینجا اصلا من که باید حتما پاک کنم. حالا شما پاک نکنیدم شاید خیلی مشکل بر نکنید، شاید هم بر بخورید. اون اطلاعات اولیه باید پاک بشه. ببینید سلکت میکنم و دیلیت میزنم. خب
فقط اینجا دکمه سطل آشغالی هست، حالا برای شما زیاد مهم نبود چون من فایلام سنگینه، این تیک سطل آشغالم بهتره برش رو بعد دیلیت بزنید، مال شما زیاد مهم نبود. همه رو یه دکمه سلکت آل داره بچه‌ها، این بالا نوشته سلکت، اینو بزنید همه رو سلکت میکنه بچه‌ها. اینجا یه دکمه آبی نوشته سلکت، دونه دونه هم میتونید سلکتشون کنید، دونه دونه هم میشه، ولی اینو بزنید همه رو انتخاب میکنه. پایینش دکمه سطل آشغال داره، اونم تیکشو بردارید چون میره تو سطل آشغال تا 2 روز میمونه اونجا بچه‌ها، فضا الکی اشغال میکنه. اینو بزنید نوشته موو تو ترش، این تیکه پایین اینو برش دارید، بعد دیلیت رو بزنید پاک میشه هاستتون بچه‌ها. منم همه رو الان پاک میکنم دیگه، پاک کنم سایتم پریده بچه‌ها دیگه. کسی که سایت از قبل داره طراحی کرد این کارو نکنه دیگه بچه‌ها، سایتش کلا نابود میشه دیگه، میدونید دارید کل سایت رو دارین پاک میکنید. برای شما این میگم که تازه هاست خریدید، چون کسی که سایت داره دیگه نباید این کارو بکنه، میخواد سایتش هم باشه. خب من الان همه رو دیلیت میکنم بچه‌ها، فقط قبل این کاری که الان دارم انجام میدم و دیگه شما نگاه کنید خب، ولی در نظر نگیرید که من انجام دادم، با چشماتون سانسورش کنید. من این یه دو تا از فایل‌ها رو پاک نمی‌کنم. چرا؟ چون دوباره بعد آپلودش کنم، وقت کلاس میگیره. ببین این دو تا فایل البته بازم داشتم فایلی که بخوام، ولی شما همه رو پاک کنید. بازم تاکید می‌کنم بچه‌ها، من دنبال یه فایلی هم که چون بعد این فایل رو دوباره بریزم اینجا بعد وقت میگیره، دوباره بخوام بریزم ساعت اینترنتم اونقدر تعریفی نیست. نه اصلا پوشه رو پاک نکنید بچه‌ها. یه سوتی که بچه‌ها میدن پوشه رو از بیرون پاک میکنن، از داخل باید ببینید فایلاشو پاک کنید. شما پاک کردین پوشه رو؟ گفتم فایل هست، چون این سوتی رو بچه‌ها همیشه میدن. من همیشه میگم بچه‌ها ببین بعضی از همون بیرون نوشته پابلیک، رو پابلیک کلیک راست میکنن یا تیکشو میزنن پاک میکنن، خود از بیرون پاکش میکنن، خود پوشه رو. داخل پوشه باید پاک بشه، ببین داخلش اطلاعات داخلش رو پاک کنید. من همیشه میگم هم چند نفر سوتی میدن، من منتظرم که ببینم کی این سوتی رو میده در طول این هفته بهم پیام بده، چون میگم باز دقت نمیکنم بچه‌ها. شما اینو گفتید واسه فکر کنم پاک کردید. ببینید یه فایل دیگه اینجا شما کار نداشته باشید. خب من یه چند تا فایل رو نگه داشتم چون اینا رو بعد دوباره آپلود کنم وقتمو میگیره، ولی شما همه رو پاک کنید و دیلیت رو بزنید. ببینید که اوکی الان اوکی میذارم دیلیت. این دکمه ریزی داره نوشته دیلیت. ممکنه یه هاست دیگه دیلیتش اینجوری باشه از تو کامپیوتر دکمه دیلیت رو باید بزنید. من دیدم یه هاست بوده اصلا تو خودش دکمه ننوشته، با موس سلکتش میکنی آبیش میکنی بعد تو کامپیوتر دکمه دیلیت رو میزنی. پس بعضی از هاست‌ها گرافیکشون فرق داره تو این بخشا. خب اینجا وقتی دیلیت میکنی هیچی نباید بمونه بچه‌ها، این پوشه نیست. بعد بعضی به من پیام میدن میگن این پوشه موند، هر کار میکنم پاک نمیشه، روشو نمیخونن چی نوشته آپ لول، یعنی برو لول بالاتری دکمه بازگشته. پس این پوشه نیست که بخواد پاک بشه اولیه، ولی اینجا زیر این دیگه نباید چیزی باشه اینجا. خب الان پاکش کردیم، الان اسم دامنه‌ات رو مرور کردم می‌ذارم ببینم چیزی بالا میاد یا نه بچه‌ها. آره شما مگه هاستن چک کنین دیگه. الان بعد پیام سفید بیاد، یه صفحه سفید بیاد نوشته فوربیدن یا دونت پرمیشن همچین چیزی. دیگه الان سایت من از بین رفت، به نقطه نیستی رسیدم. حالا من میزنم دیگه نمیاد. نباید بیاد دیگه، طبیعیه دیگه. یه همچین صفحه سفیدی باید بیاد معمولا. اونایی که هاست دارن دیگه میتونن امتحان کنن. شما هم که بعداً خونه میید با فیلم کلاس تمرین میکنید اگه نخریدید هنوز. خب حالا رسیدیم تازه نقطه صفر. حالا میریم سراغ کار طراحی سایتمون. امروز میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اون قالب وردپرسی رو بریزیم توی هاستمون، نصبش کنیم و یک سایت بالا بیاد. دموی همین قالب زفایل بالا میاد. دقیقاً دموی قالب زفایل هم چه شکلی بعد این بالا بیاد. بچه‌ها ببینید هر قالبی رو کلمه دمو رو قبلش بذارید سرچ کنید تو گوگل میاد. بزن دموی قالب زفایر. این سایت‌های مختلف این قالب زفایر دمو زدم دموی قالب. این سایتش مثلا ژاکر راستچین یا سایت‌های دیگه. این دموی قالب زفایر بزنم پیشنمایش. این یه دموی دیگه شه. نه این دموش نبود. جان این شو نمیخواد بزنم، من میخوام دموشو نشون بدم که چی قراره نصب کنم، قراره چه شکلی بشه در نهایت. ببین این نبود اونی که من میخواستم. نیست برم تو سایت قبلی که باز کردم اشتباه بود بچه‌ها.
میخوام نشون بدم که قراره من اینو براتون امروز بالا بیارم. خب پیش نمایش این بمونه، اصلا این صفحه‌شو نبندم. یه چیزی شبیه این، حالا ممکنه دقیقاً این نباشه ولی تقریبا این چه اذیت میکنه. خب اینم دو تا دمو گذاشته جدیدن واسش، دموی یک اضافی رو دیگه ببندیم. اینه ببینید این بعد بالا بیاد. یه خورده هم سرعت کنده یا همچین چیزی. ببین یه سایت بعد دقیقاً با همین مشخصات یه سری منوها داره اینجا، خب یه اسلایدر داره این بالا، این بخشا رو داره به این شکله، حالا این بخشا به این شکل شمارنده و اینجا فوتر سایت، اون بالا رو میگن هدر بچه‌ها. اینجا اونا داخل منوهاش حالا فروشگاه داره، ابزار و الی آخر. پس بعد اینو من بعد که نصب کردم بعد این بالا بیاد. با این مقایسه میخوام بکنم. حالا میرم سراغ نصب. گفتیم که داخل پوشه پابلیک همه رو پاک میکنیم. گام بعدی چیه بچه‌ها؟ روش هم گفتیم روش نصب سریع. سوال دارید شما؟ آره میکنم. ببین تو روش نصب سریع ما میخوایم اون فایل زیپ وردپرس رو اینجا آپلود کنیمش. خب پس باید اینجا اضافی بشه. برای آپلود کردن ببین پایین دکمه داره بچه‌ها، زوم میکنم که ببینیدش. نوشته آپلود کردن فایل در دایرکتوری فعلی. ببین اینجا این رو باید بزنید، این دکمه رو آپلود کردن فایل در دایرکتوری فعلی. پس باید داخل پوشه پابلیک باشید بچه‌ها. سوالتون همین بود. داخل پوشه پابلیک باشید و اونجا دکمه آپلود کردن فایل رو بزنید. باز من هاستای دیگه دیدم مدلش اینجوری با درگ اند دراپ آپلود میکنه، میکنیم این ازی توش. یا بعضی از جای دیگه ممکنه مدلشون فرق کنه. یه دکمه آپلود به انگلیسی نوشته باشه آپلود مثلا. این صفحه‌ای که میاد اینجوریه، یه همچین صفحه‌ایه. اینجا نوشته چوز فایل. میبینید چوز فایل، یه فایلی رو انتخاب کن. چه فایلی قرار آپلود بشه؟ فایلی رو باید انتخاب کنی. من چوز رو میزنم، به کجا وصل میشه؟ به کامپیوتر من، درسته؟ برم توی کامپیوترم، مثلا من توی دسکتاپ ریختم فایل زیپ قالب زفایر رو بچه‌ها. میرم تو پوشش. شما ممکنه توی یکی از درایواتون ریخته باشین، بعد بگردین اینجا مسیرش رو پیدا کنید دیگه. خب من میام توی پوشش، آن زیپ قبلا کردمش، میام تو پوشه ایزی اینستالر و فایل آرشیو رو سلکت میکنم. اون یکی فایلم بعد سلکت کنم. دوباره این پایینی هم میذارم چوز فایل installer.php این رو هم سلکت میکنم. ببین اینجا میشینه نوشته archive.zip installer.php یا archive.zip. پس دو تا فایل رو سلکت کردم بچه‌ها. یه نکته ریزی بهتون بگم بچه‌ها، شما که دارید کار طراحی سایت انجام میدید، برید تو کامپیوترتون یه پوشه درست کنید به اسم طراحی سایت یا به اسم دوره مثلا طراحی سایت. تو اون پوشه باز چند تا پوشه درست کنید، مثلا پروژه طراحی سایت. مثلا پروژه‌های جدید می‌گیریم، باز پوشه‌های جدید، مثلا پروژه فرض کن خانم فلانی. باز تو پوشه پروژه طراحی سایت مثلا یه پوشه درست کنین فایل قالب، یه پوشه درست کنین بکاپ ها، یه پوشه درست کنین عکس‌های سایت، یه پوشه درست کنین متن سایت. باز مثلا ممکنه که باز برین یه پوشه درست کنین برگه‌های سایت. باز داخل اون پوشه منظورم اینه که خیلی مرتب و منظم کار کنید بچه‌ها. الان شاید بگید چه کاری همه رو یه جا می‌ریزم. الان بریزید اوکیه. 2 ماه بعد 3 ماه بعد کلی پروژه میگین سایت طراحی می‌کنید. رو همین سایت اینقدر فایل می‌ریزید روش. بعد نمیتونید پیداش کنید اصلا. اینقدر شلو پلو میشه 6 ماه بعد 3 ماه بعد که دیگه بعد مرتب کردنش هم سخت میشه. همین از همون اول کار مرتب کار کنید. ببین دو تا فایل سلکت کردم، حالا فقط بعد دکمه آپلود رو بزنیم. دکمه آپلود اینجاست بچه‌ها. اینجا یه دکمه سمت راست هست نوشته آپلود. اینجا میبینید نوشته آپلود کردن فایل ها. اینو بزنم آپلود شروع میشه بچه‌ها. و شروع میکنه با آپلود کردن. فایل ها کجا ریخته میشه؟ کدوم اسم پوشش چی بود؟ آره پابلیک، پوشه پابلیک. میره تو پوشه پابلیک. آپلود رو میزنم. و من الان نمیزنم ولی شما بزنید، شما که دارید با من کار میکنید بزنید. چرا شما بزنید میگم؟ چون به خاطر اینه که چرا من نمیزنم؟ چون من قبلا آپلودش کردم دیگه. همون فایلی که پاک نکردم همین بود. حالا میخواستم آپلود کنم 1 ساعت بعد وای میسیدم بالا بیاد آپلود بشه. سرعت اینترنت هم که ماشاءالله خیلی عالیه. 10 دقیقه همینجوری همدیگه رو نگاه میکنیم.
خب پس الان میرم تو پوشه مدیریت فایل قدیمی دوباره ببین از این بالا میشه رفت بچه‌ها. فقط طول میکشه بچه‌ها صبر کنید. اگه کسی الان زده سری نره شما دیگه خارج نشید از صفحتون بچه‌ها. شما صبر کنید. اینجا علامت فکر کنم اینجاست یا اینجاست علامت چرخشی میاد یا اینجاست یا رفته یا اینجا میاد داره. یه علامت چرخش ریزی میاد بعد صبر کنید تموم بشه و بعد براتون پیام آپلود سکسسفول بیاد خیلی هم ریز می‌نویسه. از بس ریزه خیلی وقتا می‌نویسه آپلود ارور. بچه‌ها دقت نمی‌کنن یعنی آپلود کردم ولی نیومد. نمی‌خونه خیلی ریز نوشته آپلود ارور. خیلی ریزه فونتش بچه‌ها. خود این مدل هستش اینجوری فونتش خیلی ریزه. پس اون پیام موافقت آمیزم باید بیاد. بعد که آپلود تموم شد میرید توی مدیریت فایل قدیمی دوباره. پس مال شما البته الان صبر کنید هنوز کم طول می‌کشه. منم آره بذار من اینترنتمو فقط عوض کنم یکم سرعت کنده. من اینترنتمو عوض کنم که مشکل سرعت داریم. داخل اینستالر داخل ایزی اینستالر یه فایل اونم باید آنزیپ کنید. اگه یه فایله یا دو تاست دیگه راست درسته فکر کنم شاید زیپ شده نه پس دو تا فایل یه فایل زیپ قالب قدیم شما دانلود کردی نه شما چون قبل دوران برای بعضی سری فایل ارسال کرده و شما اونو دانلود کردی فایلی که تازه براتون ارسال شده توش اسم فایل هست داخل ایزی اینستالر اسمش هست چی بود اسمش بچه archive.zip شما اینی که میگی میدونم این مال فایل قدیمه این قبلا بعد اون جلسات رایگان ارسال شده شما اونو دانلود کردید اشتباه میکنید این فایلی که الان بچه‌ها که دانلود کردن دیگه شما هم دانلود کردید می تو کلاس هستن بچه‌ها دیگه شما اشتباه میکنید ولی خب اسمش حالا اون قبلی هم میتونید نصب کنید شما اونم میشه شبیه همینه نصبش ولی نسخه جدید رو نصب کنید بهتره وقتی شما دوباره میرید تو پوشه پابلیک باشه دوباره میام توی پابلیک وقتی میام دوباره داخل پابلیک میبینم یه فایلی هست به اسم همون فایلی که آپلود کردم حالا اسم فایلی که آپلود کردم هست آرشیو ممکن از سایت دیگه بگه اسمش آرشیو نباشه بچه‌ها اسمش ایکس باشه ایگریک باشه یه فایل زیپه ولی اونم یه فایل زیپ و اون فایل دوم ولی حتما باید اسمش باشه installer.php بچه‌ها فایل دوم اسمش ثابته بچه‌ها installer.php اما اون فایل زیپ ممکنه اسم دیگه داشته باشه یه چیزی دیگه .zip پس اسم اون فایل زیپ مهم نیست قالب دیگه از سایت همین قالب ورژن‌های دیگه‌اش ممکنه اسم دیگه داشته باشه خب این از این مرحله اول انجام شد بچه‌ها مرحله اول شد چی آپلود کردن اون فایل زیپمون و اینستالر در هاستمون بچه‌ها این دو تا فایل دیگه که اینجا هست کاری نداشته باشین این یه فایل دیگه بوده من از قبل آپلود کردم مثلا کاربردی هم نداره گفتم اگه این کار نکرد من این یکی رو براتون نصب کنم یه قالب دیگه است پس دو تا فایل فقط بعد اینجا باشه به شما این archive.zip و installer.php خب بعدش چه کار می‌کنیم مرحله بعد اینه که بریم یک پایگاه داده بسازیم بچه‌ها دیتابیس ببینید میرم دوباره توی پوشه هستیم شما که دارید آپلود میکنید فقط نباید خارج بشین از صفحتون دیگه میتونید البته کلیک راست کنید مثلا اینجا کلیک راست کنید یه نیو تب بزنید کسی که داره آپلود میکنه منتظر آپلود بشه ولی اون صفحه آپلوده باید باز باشه آپلودش انجام بده وگرنه آپلودتون فیل میشه ارور میده ناقص آپلود میشه خلاصه من میرم کجا توی صفحه اصلی بچه‌ها ببین دکمه صفحه اصلی رو میزنم توی اون بخش اصلی صفحه اصلی بچه‌ها ببینید یه بخشی داریم به اسم مدیریت MySQL نوشته میبینیدش این MySQL یا همون پایگاه داده ما اینجاست ما باید یه پایگاه داده بسازیم اینجا پایگاه داده چیه خیلی ساده بخوام براتون بگم یه سری جداولن اطلاعات سایت شما داخلش میشینه مثلا چی مثلا فرض کن یه نفر میاد تو سایت شما ثبت نام میکنه اسمش و ایمیلش رو میزنه این کجا میره توی جدولای پایگاه داده میشینه یا یه نفر میاد خرید انجام میده اون مشخصات خریدش یا اون تراکنشش اینا میرن توی پایگاه داده شما میشینن پس این جداولن اطلاعات داخلش میشینن همینقدر بدونید چیه کافیه خود این MySQL یک درس واحد دانشگاه کیا تو کلاس پاس آیتی یا کامپیوتر رشتهشون این درس رو پاس کردین شما تو دانشگاه دوره رفتین درس ولی پاس کردین تو دانشگاه دوست خودش یک واحده خود همین MySQL ولی لازم نیست که بدونید دقیقاً داخلش چیه کد میشه داخلش نوشت خیلی کارا میشه کرد به هر حال ولی ما با اوناش کار نداریم فقط بدونید چیه همینقدر و بتونید بسازید ساختش هم بهتون میگم همینقدر بدونید کافیه واسه وردپرس
بخواید بسازید، بعد برای اینکه سایت طراحی کنید باید حتما یه پایگاه داده بسازید بچه‌ها. دیتابیس بهش میگن به انگلیسی. باید یه دیتابیس بسازید که اطلاعات سایتتون داخلش بشینه و کسی ثبت نام میکنه اتفاقی میفته. مثلا وردپرس بخواید نصب کنید باید باشه این حتما. پس میرید داخل این فایل بچه‌ها این علامت 3 تا سکه روی هم انگار یه استوانه است که در واقع استوانه است انگار نه. روش کلیک میکنم. ببینید اینجا من 2 تا از قبل دارم. خب شما هیچی ندارید اینجا، من اینا رو پاک میکنم چون از قبل دارم و بعد پاکش کنم اضافی اینا. شما هیچ چیزی رو پاک نکنید، هیچی ندارید که پاک کنید. ولی اینا اضافی باید پاک کنم بشه. شما میاد اینجا هیچی نیست و اولین دفعه‌ای که میاد دکمه ساخت یک دیتابیس جدید رو میزنید اینجا. ساخت. اینو میزنید. یه صفحه‌ای باز میشه توش چند تا باکس داره. باکس اول نوشته نام دیتابیس. باکس دوم نام کاربری، رمز و تایید رمز. این چند تا رو باید پرش کنید، پر میکنید و تمام میشه. دیتابیستون ساخته میشه. به همین سادگی، یعنی چیزی پیچیده‌ای هم نیست ساخت دیتابیس توی وردپرس. هر اسمی هم بخواید میذارید. آره مثلا نام رو چی ببین قبلش رو خودش نوشته، این قدرش رو خودش نوشته، گفته این تیکه آخرش رو شما اضافه کن. من یه اسمی همجوری میذارم، یه اسم بی‌معنی. فارسی فقط نباشه چون 3 4 5 حرف میتونه باشه. چرا باید ذخیره هم بکنیدش. بعد که تموم شد ساختیدش خودش میده فایلش رو بهتون، بعد ذخیره کنیدش. خب هر اسمی باشه اصلا مهم نیست. پسورد. این پسورد هم بهتره دکمه تصادفی رو بزنید بچه‌ها. یه پسورد قوی بسازه براتون. پسورد قوی چه پسوردیه بچه‌ها؟ آره دیگه. پسورد قوی اینه که از کاراکترهای خاص، عدد و حروف، یعنی فقط عدد نباشه. کاراکتر خاص مثل چی؟ مثل ادساین، آندرلاین، دلار، علامت تعجب، ستاره، اینجور چیزا. توی کیبوردتون علامت شیفت رو با اون عددهای بالایی بگیرید، اینا کاراکتر خاص میدن. بازگشت هم میتونی بزنی از اون بالا، دکمه مدیریت فایل هست، میتونی از اونجا هم برید تو مدیریت فایل قدیمی. خلاصه یه پسوردی هم میدید بچه‌ها، بزنید دکمه تصادفی و دکمه ایجاد رو این سمت راست بزنید، خودش میسازه. پسوردشون آخر کار بهتون میده. ایجاد رو بزنید اینجا بهتون میده. اینجا داد به من. این حالا ذخیره کنیدش بچه‌ها. این رو کپی کنید توی فایل ورد. اسکرین شات نگیرید. عکس با گوشی موبایل نگیرید. این کار آدمای تنبله و مشکل برمیخوره. چرا؟ چون حروفش ریزه، مشخص نیست بعضیشون چیه، بعد هی تایپ میکنن پسورد میگه ارور میده. چرا ارور میده؟ چون تنبلی کردید، عکس گرفتید و یک حرفو دارید اشتباه میزنید. پس اسکرین شات نگیرید از این صفحه بچه‌ها. هم اسکرین شات میگیرن. چیکار کنید؟ نه باش به هم بریزه. نه انگلیسیه، اون فارسیه که به هم میریزه. انگلیسی مشکل نداره. اینو کپی کنید، به نرم افزار ورد رو باز کنید یا نرم افزار نوتپد چیزی. این ورد رو مثلا باز میکنید، توش تو نرم افزار ورد یا مثلا پیستش میکنید. ذخیره کنید معنادار، مثلا فایل ورد رو بنویسید مثلا پسورد دیتابیس. این دیتابیس دیگه درست بزنید، پسورد یا دیتابیس بذارید اسمشو دی بی. بعد دیگه تو کامپیوترتون تو پوشه‌ای که گفتم تو یکی از پوشه‌ها ذخیره‌اش کنید. مهمه دیگه، باید داشته باشین ولی لازم نیست حفظش کنید. چیز مهمی نیست که حفظی نیست بچه‌ها، چون کاربرد نداره دیگه، یه بار استفاده میشه. کاربرد دیتابیس. ببینید کاربرد دیتابیس این بود که ما یه دیتابیس میسازیم، موقع نصب قالب ازش استفاده میکنیم و فقط همین، یعنی موقع نصب اطلاعاتشون میدیم، قالب نصب میشه، همین دیگه، باش کاری نداریم دیگه. هر کسی تو سایت ما ثبت نام کنه اطلاعاتش میاد تو این دیتابیس ما میشینه. حالا اگه برنامه‌نویسی بلد باشین یا کاربردهای خاص بخواید بکنید، میتونید تو دیتابیس ویرایش چیزی هم انجام بدید، ولی نیازه. نه قالب خود اختصاصی میکنیم، ولی کسی ثبت نام میکنه، خرید میکنه، یا اتفاقی تو سایت ما اگر بیفته که چیزی دیتا واردش بشه، دیتا میره داخل این. فنا کاربردش همین، کاربرد اصلیش.